100 تا فکت ماینکرافتی. پارت اول: اگر به پیگ، ویلیجر و کریپر سایقه برخورد کند تبدیل به مابهای مثل وید، پیگمن و چارج کریپر میشن. اگر گیم مودتان روی هارد باشه زامبی میتونه که دروازه ها را بشکنانه. دانه تربوز نسبت به دیگه بایم ها در بایم جنگل زودتر رشد میکنه. ما در ندر نمیتونیم که آب بانیم ولی با استفاده از یک کالدرین میتونیم که در ندر آب داشته باشیم. بعد از کشتن اندر دراگون اگر در چهار طرف بدراک ها دوباره این کریستال بانین میتونین که او را ریسپان کنین، ولی نقطهش است که دیگه ایگ بر شما نمیته. اگر در داخل یک کالدرین آب بانین و سر از یک رنگ بزنین میتونین که لباس های چرمی خودتان را رنگ کنین. اگر در ماینکرافت شما را یک زنبور نیش بزنه بعد از چند ثانیه میموره. اگر یک اسکلتون را به مدت زیادی زیر برف وانین تبدیل به استری میشه. کریپرها از پیشک ها میترسن و وقتی که شما یک پیشک داشته باشین همیشه کریپرها از شما فرار میکنن و شما با اونا نشان میتین که کی رئیسه. وقتی که باران شما زنبورو فرار میکنن و بلانی خودشون میرن. اینا کلش به کنار، سوال اصلی است که تو چرا لایک و سابسکرایب نکردی؟